اولین ایده بود که ما در امریکا تسجیل کردیم. میخوایم فقط چند دانه فرقی که من نسبت به افغانستان در اینجا احساس کردم را براتون بگویم. بریم ببینیم. یک چیزی را که در اول میخوایم بگویم این بود که طریقه لباس پوشیدن ما افغانا هیچ تغییر نکرده. در افغانستان هم بودیم دید امون لباس ها را میپوشیدیم، در امریکا آمدیم هم دید امون لباس ها را میپوشیم. ولی یک فرق بسیار کلان را که من احساس کردم این بود که در اینجا بسیار فرایمانی زیاد است. فرایمانی میشه یا فراوانی؟ فکر کنم فراوانی میشه، نمیفهم یک از این دو تا. ها در افغانستان بعضیا توان یعنی خریدن وسایل ایده داره، بعضیا نداره. مثلا خانه یک از قوم میری که میبینی سر میزشان از هر چیزی بخوای پیدا میشه و خانه یک از قوم خود آدم میره میبینه که تا حد توان خود خرید کرده. ولی اینجا یعنی خانه هر کی که بری این چیز هست. و یک چیزی جالب دیگه که من اینجا متوجه شدم، مردم خارج هستن میگه اوه ما کی عید داریم، ما کی از عید تجلیل میکنیم، دور از وطن هستیم. اتفاقا اینا زیادتر دقیقش از باور میگیرین. اما قدر که در افغانستان شما آمدگی میگیرین، اینا اینجا از اون قدر زیادتر میگیره که کمتر نه. دارایش میج کانتور استفاده نکردم، فقط سرخی دادم چه قندولک معلوم میشه. اینجا مردم کوشش میکنن ایده یک جای تجلیل کنن. مثلا در روز اول عید در یک لوکیشن انتخاب میکنن مثل پارک یا جای، میگن اینجا کل ما جمع میشیم از این تجلیل میکنیم. از این چیز بسیار خوشم آمد. میفهمین به خاطر اینکه یک جای آدم یک دیگه خدا میبینه، عید مبارکی خدا میکنه و ای که بالای یک نفر فشار زیاد نمیاد که بسته روز در خانه خود بشینه یا بسته 3 روز ایده که باش کی در خانه ما به خاطر ایدی کردن میآید. یک چیزی جالبه که از کلش کده خیلی هم خوشایند بود و هم برام جالب بود این بود که دولت امریکا به خاطر عید یک روزه رخصتی داده بود به کلگی. در کل میتونم براتون بگویم که اینجا زیادتر مردم کوشش میکنن که در یک جای جمع شون و اونجا یک دیگه خدا ببینه، عید مبارکی خدا بکنه و عید خلاص میشه. در وقت روی ایمیل زدن اگر از پیش تان رقم سیاه شد مستقیم پاک نکنین، بان یک ذره خشک شوه. باید یک برسک بگیرین و حال تو پاکش کنین. ببینین به می راحتی. در کل براتون گفتم میتونم که زیادم تفاوت نداشت که بسیار زیاد احساس میکنم تفاوت داشته باشه و یا جمع جوش نباشه. نه خیر، نه خیلی هم جمع جوش، خیلی هم مردم خوب تجلیل میکنن. نمونه رقمی که در افغانستان مردم تجلیل میکنن. میکاپ امروز چطور خوب این قندولک میکاپ شد نه؟ خوشم اومد زیاد. یم بود از قصه های امروز که خلاص شد. دیگه قصه برگفتن فعلا ندارم. میبرم تنها در ویدیوی بعدی. اوکی؟